بیدار شو و بدرخش. روزهای بزرگ با افکار بزرگ شروع می شوند. این جمله یکی از رازهای موفقیت ریچارد برانسون، کارآفرین معروف و بنیانگذار گروه ویرجین است. برانسون که با افکار بزرگ و شجاعانه‌اش شناخته می شود، همیشه روزهایش را با انگیزه و اهداف بزرگ آغاز می کرد. ریچارد برانسون از همان ابتدا به این باور داشت که اگر بخواهی روزی بزرگ و موفق داشته باشی، باید با افکار بزرگ شروع کنی. او هر روز صبح با ایده ها و برنامه های بزرگ بیدار می شد و به جای محدود کردن خودش همیشه به دنبال چیزهای جدید و متفاوت بود. همین افکار بزرگ بودند که به او کمک کردند تا از یک فروشگاه کوچک نوار موسیقی امپراتوری بزرگ ویرجین را بسازد. برای برانسون هر صبح یک فرصت بود تا بدرخشد و به اهداف بزرگی که در سر داشت نزدیکتر شود. حالا بیایید از ریچارد برانسون یاد بگیریم. هر صبح که بیدار می شوید به خودتان بگویید بیدار شو و بدرخش. روزهای بزرگ با افکار بزرگ شروع می شوند. به جای اینکه روزتان را با افکار کوچک و محدود شروع کنید، به چیزهای بزرگی فکر کنید که می توانید به دست بیاورید. ایده ها و اهداف بزرگتان را در ذهن داشته باشید و با انگیزه و انرژی به استقبال روز بروید. این طرز فکر نه تنها شما را به سمت موفقیت هدایت می کند، بلکه زندگیتان را پر از هیجان و فرصت‌های جدید می کند. امروز را با افکار بزرگ شروع کنید و ببینید که چگونه می توانید بدرخشید و روزی بزرگ بسازید.